دوام 6 ماهی سالی جاری به نقطه آسیب‌شناسی شهری خوجند بیش از 1000 نفر ساکنان با شکایت شکستن دست و پای مراجعت کردند. این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته 185 حالت زیاد می باشد. در این باره دکتر آسیب‌شناس اسلام عثمانوف به ما اطلاع داد و تاکید کرد که اکثر ساکنان با سبب‌های شکستن دست و پای، کتف و استخوان یگان قسمتی دست مراجعت کردند که به همه آنها سری وقت یاری اولیه طبی رسانیده شد. دکتران به ساکنان توصیه می‌دهند که هنگامی به این گونه حالت دچار شدند سری وقت به نقطه آسیب‌شناسی یا نزدیکترین مرکز سلامتی مراجعت کنند، زیرا هنگامی به خود معالجه کنی راه داده از دکتران پنهان کردن آن وقت بابت دست و پای شکسته نیست تا جای دشوار می شود. ملک مجیدوفی 62 ساله ساکنی شهری خوجند می باشد و امروز دست شکستش را که دوام 1 ماه این جانب دکتران گچبندی کرده بودند کشاد. این مرد نقل می کند که آخرهای ماه می هنگامی سفری کاری به شهر دوشنبه در راه به صدمه دچار گردیده دستی راستش از دو جای شکسته بود. یاری اولیه طبی را به وی در یکی از مرکزهای سلامتی پایتخت رسانیده بعداً به خوجند گسیل کردند. بعد مراجعتش به نقطه آسیب‌شناسی شهری خوجند دستش را با گچ بستند. حالا باشد از صحت شدن دستش خوشنودی میکند، زیرا وی این روز رو بیش از 1 ماه این جانب انتظار بود. رنگین کردم اینجا بعد از همون گیپس کردم موندن بود یک دست کشش کردم بعد گیپس کردم. سانی گفتن که سانی سری محبه میبیاید همین یکم تا 5 چیزه شما گفتن دستون میکشون گیپسشو میکشون و میبینن اگر من بهتر باشد بهتر اگر نی باشد باز سانی معالجه دوام میکنیم. گفتم نه حاضر من نزد دکتر بود آمدم دکتر دیدم گفتم نقص همش نقص. ما البته از این دکترها بسیار راضی هستیم و خرسند هستیم که ما همه خیلی روز خوب دستگیری کردیم. دکتران نقطه آسیب‌شناسی شهر خوجند از آن نگرانی کردند که در این دوره بجز از مراجعت زیادی شکستن دست و پای بین ساکنان اینچنین آسیب دیدگان زخمی دندانی سگ و گربه نیز تا جای زیاد شده است. از روی تحلیل دکتران در 6 ماهه سال جاری به نقطه آسیب‌شناسی 445 نفر با شکایت آسیب دیدن از زخمی دندانی سگ و گربه مراجعت کردند. این شماره در مقایسه به همین دوره سال گذشته 27 حالت زیاد می باشد. سبب زیاد شوی ساکنانی از زخمی دندانی سگ و گربه آسیب دیده را دکتران به زیاد شدن سگ‌های دیدو در حدود شهر وابسته کردند. سگ‌گزیده در حقیقت زیاد شدگی برای آنکه ممکن سگ‌های دیدو زیاد شدگی سگی بیگانه میگیم سگانی بیگانه گزیدگی زیاد شدگی از سببی که یک سگ مثال 5 کس یا 6 کس تا 13 کس گزیدگی برای واقعی یاردمی اولی طبی رسانده مایه‌کوبی تعیین کرده میشود مخصوص. دکتران تاکید کردند که هر یک انسانی از زخم دندانی سگ یا گربه آسیب دیده حتما باید سوزانداروی ضد بیماری هاری را گیرد، زیرا بیماری هاری تبابت نشونده بوده پیشگیری آن بین ساکنان انتخابی بهتر است. فوراً باید که مراجعت کنند، باید اکولشون نگیرند برای آنکه بیماری هاری تبابت نشونده فقط پیشگیری شد. اگر پیشگیری کنیم وقتی که مایه‌کوبی میگیرد اما آدم‌ها و یا ایمونیته پیدا میشد. ایمونیته که پیدا شد دیگر وای بیمار جواب دیده بیماری هاری نمیشود. وقتی که دیر مراجعت میکنن ممکن بیماری هاری آورده رساند. بنا با گفته دکتران به هر نفری از زخم دندانی سگ یا گربه آسیب دیده که به نقطه آسیب شناسی یا دیگر مرکزهای طبی مراجعت میکند اول سوزانداری ضد بیماری هاری گذرانیده می شود، زیرا در این حالت تبابت یافتن ساکنان از جانب دکتران همه طرفه کفالت داده می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.